عروسک گردان ها هم دست میکنن داخل عروسک و از داخل عروسک نون در میارن میذارن جلوی ذره بچه. دست من داخل بدن شما حکم ستون فقرات شما رو داره. آره راست میگی؟ آره. میگم حتما از سر ناچاری رفتی سراغ این کار. نه خیر، من عاشق این شغلم. چه با افتخارم یه، من عاشق این شغلم. ببینم آقا محمد. بله. اصلا قانونیه این شغل؟ چرا باید غیر قانونی باشه؟ خیلی خوب باشه. بابا من تو چه شغلی بهترن که دل یه ملت رو شاد کنی ها؟ شاد کنی؟ الان به نظر من شادم. آدم دست میکنه تو جیب مردم، شرف داره که دست بکنه از بعضیا با میله هدایت میشه. وای میله تو عروسک. بعضی از انگشتی عروسک. انگشت تو عروسک. پس من اولی نیستم، حسابی دورات زدی قبل من. چشمم روشن، به من بگو ببینم ستون فقرات چند تا عروسک بوده تا حالا؟ راستشو بگو. بابا خیلی خوب 10-20 تا عروسک قبلا گردوندم. 10-20 تا حسابش هم از دستش گرد رفته. مردی که یه عروسک باره. عروسک